سلام، از تولد 16 سالگی. دقیقا نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی بیاید از یکی از کاستومایی که من واسه جام دوستام انجام داده بودم شروع کنیم. من تصمیم گرفتم عکسای دوستامو با یه تکست کوچیک واسهشون چاپ کنم و روی لیواناشون بزنم. بعد از پرینت کردن عکساشون یه چیز دیگه‌ای به پشت عکسا اضافه کردم که عکسا سفت و محکم وایسه. گام بعدم که درست کردن ناخونام بود. حالا بیاید بریم به شب قبل از تولد. دهنم درد گرفت. پدرم در اومد، ولی کل بادکنک‌ها رو خودم تنهایی با نفسم بادشون کردم. سختیای همش یه طرف و اون دوتا بادکنک عدد یه طرف دیگه. تو این همه سال من تلاشی برای یاد گرفتن گره بادکنک نکرده بودم که این سری دیدید میتونم. تم من سفید مشکی بود، پس یه سری بادکنک سفید باد کردم و یه سری هم بادکنک مشکی. راستش من کلی ویدیو جذاب از آماده شدنم داشتم، ولی هیچ کدومو نتونستم نگه دارم، چون اگه نگه می‌داشتم حافظه گوشیم اجازه نمیداد توی تولدم هیچ عکسی بگیرم. میرسیم به روز اصلی تولد و این میز منه که امسال به حوصله چیدمش به خاطر اینکه برقامون نرفته بود و اینم شد نتیجه جامعه کاستوم شده که برای دوستام درست کرده بودم. من و دوستام تصمیم گرفتیم یه کار بامزه‌ای انجام بدیم. اونم این بود که هر کدوم از دوستام یه شمع برام روشن بکنه و برام یه آرزو بکنه. و در آخرم من با شوق زیاد همه شمعامو فوت کردم و از همینجا هم آرزو میکنم که به همشون برسم.